به نام خداوند بخشنده مهربان. این سومین حلقه مسابقه ما است. درباره حضرت آدم گپ می‌زنیم. آدم علیه السلام وقتی که در جنت خطاگی رو مرتکب شدند، پشیمان شدند و از الله تعالی پوزش طلب کردند و الله تعالی کلمات رو برای آدم علیه السلام الهام کرد. این کلمات عبارت است از ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ما به خود ظلم کردیم با این خطاگی. اگر تو ما رو مغفرت نکنی، تو ما رو مورد رحمت خود قرار ندهی، ما از جمله زیانکاران خواهیم بود. و توبه آنها را الله تعالی پذیرفت و گفت ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدی. الله تعالی بعد اون که آدم علیه السلام توبهش قبول کرد، آدم رو برگزید و توبه او را پذیرفت و او را از جمله انسان‌های راهنما شده یا اینکه هدایت یافته قرار داد. برادر عزیز، بعد آدم علیه السلام الله تعالی گفت اهبطوا منها جمیعا، یعنی که همه شما به زمین فرآیید، آدم و حوا و ابلیس، و آنها فرآمدند. آدم علیه السلام به زمین فرآمدند. آدم علیه السلام صاحب علم بودند، آدم علیه السلام صاحب لباس بودند، آدم علیه السلام صاحب دین بودند. نه اونچنان است که بعضی‌ها تلقین میکنن که گویا انسان برهنه بود، انسان گویا که در جنگل ها زندگی میکرد و در غارها زندگی میکرد، بلکه با علم فرآمدن و لباس داشتن. الله تعالی میگه که و انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ما برای شما لباس فراوردیم که شما را میپوشاند. از این معلوم میشود که انسانیت با تمدن فرآمده است و علمی که آدم علیه السلام داشتن کسی اون علم را نداشت و نخواهد داشت، چون که آدم علیه السلام همه چی رو میدونستند، نام همه چی رو میدونستند و انسانیت کسی رو در خاطر ندارد که نام همه چیز رو داند. بنابراین آدم علیه السلام اساسگذار تمدن انسانی حساب میشوند. آدم علیه السلام انسانیت را راهنمایی میکردند و اون علمی که از الله تعالی گرفته بودند برای بنده ها، برای که فرزندای خودشون یاد میدادند. و جبرائیل علیه السلام آمد برای آدم علیه السلام چگونه زراعت کردن، مثلا آلات و اسباب های زراعت رو نشان دادند، یاد دادند، مثلا دریدگری رو یاد دادند و آهنگری رو یاد دادند. همه این چیزها رو آدم علیه السلام تعلیم گرفت و برای فرزندان خودش تعلیم داد و همین طور بشریت به پیش می رفت. درباره مسئله بسیار شوی نسل انسانیت باشد، در روایت ابو هریره رضی الله عنه آمده است که مادر ما حوا علیه السلام 40 بار دوگانه تولد کردن که هر بار تولد میکردن یک پسر و یک دختر بود. یک پسر یک دختر، یک پسر یک دختر. دختری که از این شکم تولد شد به این پسر میدادن، پسری که از این شکم است به دختری که از این شکم است ازدواج میکرد. و ابن کثیر میگه که این ضرورت حال بود برای اینکه نسل بشریت زیاد شود. و وقتی که ما درباره زیاد شدن نسل بشریت گپ میزنیم، درباره ازدواج اونها با هم دیگر گپ میزنیم، البته قصه قابیل و هابیل به نظر ما میآید. قصه قابیل و هابیل یکی از دردناکترین قصه ها هست. قصه اولین قتل است، اولین جنایت کشتار است و به سبب اون که دختری که همراه قابیل بود زیباتر بود و اونی که همراه هابیل بود حسنش میانه تر بود. بنابراین قابیل نخواست که دختری که همراهش تولد شد به برادرش هابیل دهد و آنها با آدم علیه السلام رفتن داوری پرسیدن. آدم علیه السلام گفتن که شما قربانی پیشنهاد کنید. قربانی کسی که قبول شد آن حق ازدواج به این دختر دارد. دو کس رفتند. هابیل گوسفندی فربه را و خوبی را پیشنهاد کرد و اما هابیل باشد یک چیزی ناچیزی را پیشنهاد کرد و قربانی هابیل قبول شد و اون زمان علامتش این بود که از آسمان آتش می آمد و قربانی قبول شده را اون آتش می سوزانید و از آن هابیل قبول شد و اینجا قابیل دیگر حسد شروع کرد و برادرش را دیگر دیده نمی توانست و فرصت میگفت تا اینکه برادر خودش را کشد و اون فرصت هم فرا رسید و قابیل برادرش را در چراگاه با سنگ زد و کشت و این اولین کشتار در تاریخ بشریت است. و بعد اون که کشت نمیدونست که به این مرده چیکار کند. مرده رو به کفش خودش گرفت، این طرف رفت اون طرف رفت، ندونست چیکار کند. بعد چخیلی که در سوره مائده آمده است الله تعالی میگه که فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، یعنی که خداوند یک زاغ را فرستاد که زمین را میکافت
و اون زاغ پس اینکه زمین را کافت همون زاغ مرده دیگر رو دفن کرد و از اینجا قابیل تعلیم گرفت و زمین را گویم که کافت و برادرش رو در اونجا دفن کرد. این قصه اولین قتل در تاریخ بشریت است و البته ببینیم که اینجا قابیل ندامت کرد لیکن توبه نکرد. اینجا فرق است بین ندامت و توبه، یعنی که از خداوند پوزش نپرسید، از خداوند طلب مغفرت نکرد که این گناهش خداوند بخشد. اینچنین اینجا میبینیم که قتل چه جنایت بزرگ است، کشتار چگونه جنایت بزرگ است که الله تعالی بعد این قصه میگوید که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، یعنی که اگر انسان یک انسان دیگر رو کشد بغیر حق کشد، این در این حالت تمام انسانیت رو گویا که کشته است و نابود کرده است. این از قصه اولین تمدن بشری که حضرت آدم علیه السلام آن را اساس گذاری کردند و از این داستان معلوم شد که انسان عالم بود و انسان با علم فرآمده بود و هیچگاه انسان در غار و در دشت و دل زندگی نکرده است، بلکه انسان فرآمد و که هندسی معماری رو میدانست و انسان فرآمد خانه ساخت، در خانه زندگی کرد، لباس داشت و علم داشت. این اولین خشت تمدن انسانی بود و آدم علیه السلام اساسگذار آن تمدن هستند، به حکم آن که نبی بودند، به حکم آن که عالم ترین انسان بودند و الله تعالی این قصه را در قرآن بارها برای ما یادرس میکند. این معنای آن را دارد که این قصه برای حیات بشریت یک نقش مهم دارد، چون که هر داستان، هر قصه که در قرآن آمده است آن برای راهنمایی بشریت است. این بود دوستان عزیز مختصر قصه آدم علیه السلام و فرزندان آدم علیه السلام و انشاءالله امیدواریم که از این قصه شما فایده گرفته باشید. تا حلقه آینده شما رو به پناه الله تعالی میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.